چرا گفتن که تو رفتی همون قبل از اینکه تمرین بیاد. بعد دنیا میگفت که مگه قبل باشگاه باید بری همون. گفتم نه، کسایی که بیرون بودن و یه وقت بو گرفتن خب 100% باید برن این بو بدنشون بره دیگه. گفتم برم همون، هم آدم گفت برو همون. بیا خانم، این بچه روزی 2-3 بار میره همون. آب 3 ساعت طول کشید تا موامو ببرن چون که شل شده بود، نرم شده بود، هی باز میشه. موهای منم لخته دیگه، هی گوجه نمیشد بشه. دورت بچه ها میدونین دلیل این استوری من چیه؟ میدونین دیگه خانمای عزیز، بوی خوب بدین، بوی گل بدین. دیروز که ما خفه شدیم. آره هشتگ بوی گل بدین. نمیدونم یکی بود بوی پیاز و عرقش با هم قاطی شده بود دیروز. بابا میدونم خیلی شوهرداری سخته عزیزم، میدونم خاک بر سر من، میدونم، ولی عزیزم بوی پیاز با عرق قاطی نکن دیگه. قربونت برم، ناهارو میزنی با پیاز نزن دیگه. یه وقت با سیر میزنی، یه وقت با پیاز میزنی. تو با چی میزنی؟ با گلاب؟ نه. چی سیر میزنی؟ نه نوشابه. اون با نوشابه میزنه ناهارشو. آره خانمای محترم، تو رو خدا بوی گل بدین. مخلصتونم. دیروز رنگ کرده بودم موامو، دوباره سفید شده.